سلام بچه ها، من مامان دنا و دنی هستم. خوبین؟ امروز میخوام برم بچه ها رو بیدار کنم برم مدرسه. قبلش برم یکم صبحونه هاشون رو آماده کنم که وقتی بیدار شدن بیان صبحونه بخورم. باشه، با من بیاین. دنا جون بیدار شین عزیزای من. دنا جون بیدار شو. سلام مامان، خوبی؟ خوبم عزیزم. صبح شده باید بریم مدرسه. دنی جون پاشو بذارم، پاشو. سلام ماما، خوبی؟ چقدر بیشتر دوست دارم بخوابم. نه دنی بودو دیرمون میشه، الان اتوبوس مدرسه میاد. بچه من میرم پایین، شما زود کارتون رو بکنین و بیاین. باشه مامان جون. دنی پاشو ماماتو شونه کن. اوکی بودو بریم کیفمون رو برداریم و بریم. اوکی اومدم. مامایی چه صبحونه های خوشمزه برامون درست کردی. آخ جون، تخم مرغم داری؟ ببینم، برو یه کباب واتت دنا. نون و عسلم داریم، من نون و عسل میخورم. باشه تو نون و عسل بخور، منم تخم مرغ. بچه های خوشگلم، شیرم بخورین. چشم مامان، همه چی میخورین. آفرین دخترای من، دختر و پسر گل من. دارم میرم مدرسه، برم به اون بچه دو قلوها سر بزنم، بچه ها رو ببینم اگه بیدار شدن بیان با شما خداحافظی کنم. میخوایم بریم مدرسه. باشه مامان، صبحونه میخوریم. نه اینا خوابن هنوز. اوکی بچه ها خواب بودن هنوز. آره ماما چون خیلی زوده، هنوز نمیخوام اینا بیداشن. پس ما نیستن که با اینقدر زود بیداشیم. همش ما باید زود بیداشیم بریم مدرسه. مدرسه برات خوبه پس. مدرسه خیلی برات خوبه. میدونین چرا؟ دوستای خوب پیدا میکنی، خوندن نوشتن یاد میگیری، میتونی کتاب برای خودت بخونی. خیلی برات خوبه. در آینده میتونی شغلای خوب پیدا کنی. باشه ماما، حتما. میدونم مدرسه خوبه. بعضی وقتا صبح بیشتر خوابم میاد آخه. ولی به صبحم بخورم زود برم. الان اتوبوس مدرسه میاد. دنیا زود باش. باشه الان میخورم. دنا بیا، اتوبوس مدرسه رسید. بودو بریم سوار شیم. من برم اول بالا. کیفمم ببرم. دنا کجایی؟ من رفتم تو، بودو تو هم بیا. اوکی منم اومدم. کیفم خیلی سنگینه، فکرم مامی خیلی برامون چیزای خوشمزه گذاشته تو رو بخوریم. ما رسیدیم. دینا بیا بریم تو مدرسه. دوستامونم که تو حیاط وایسادن. بیا کیفتو ببر. کجا میدی دنی؟ اوکی. سلام خانم معلم، میشه در باز کنین؟ بچه ها شما از اون ور بیاین، از این ور نمیتونین شما بیان. فکر کنم هیچکی جاش نمیشه از این ور بیاد.
تا بریم تو کلاس دلمون نشده. بچه‌ها اینجا کلاس ماه. میخوایم با معلممون آشنا بشیم. سلام خانم معلم، من دوستامو آوردم که کلاس رو بهشون نشون بدم. سلام عزیزم، خوب کار کردی. همه کلاس رو بهشون نشون بده، شاید بچه هم دوست داشتن بیان تو کلاس ما. باشه خانم معلم. بچه‌ها میخواین طبقه بالا رم نشون بدم. بریم بالا. اینجا کلاسمونه. بچه ها دارن درس میخونن، باید یواش حرف بزن. ولی کلاسمونه ببینین. اینجا کتابا رو گذاشتیم، اونجا قسمت آزمایشگاهمونه. اینم سنگ کلاسه. دوستام هم اینجا نشستن. بچه ها من دیگه چون سر صدا میشه باید باتون خداحافظی کنم. ویدیوی بعدی بیانید دیگه. باشه، خداحافظ. خانم معلم منم میتونم برم پیش برادرم دیگه. آخه خیلی گرسنم شده. خدا عزیزم کلاس تموم شد، هر کی میتونه بره غذاشو برداره و بره پایین بخوره. آخ جون بچه‌ها دوستای خوشگلم خداحافظ. هی دنی منم اومدم. اوه مرسی که کیف منم آوردی. آره دیدم مامان برات ساندویچ گذاشته. آبم داری بیا بخور. چه خوشمزه. مرسی مامانم، چقدر به فکر ما بوده. همه چی هم برامون گذاشته ها. دستش در نکنه. ببین که اتوبوس مدرسه میاد. اتوبوس مدرسه اومده پارک کرده اونجا. حالا بیا ما بخوریم بعدش بریم. منتظر ماست که غذا بخوریم بعد بریم. آره ولی الان دوستامون میرن توی اتوبوس ها. طوری نیست، بذار اونا برن بشینن بعد ما میریم. اوه نگاه کن روزی داره میره. سلام روزی. سلام، من دارم میرم خونه بچه ها، کاری نداریم. خداحافظ. های صوفی. های. بای. بای. چرا صوفی با ما زیاد حرف نمیزنه؟ همیشه فقط یه بای میگه یه های میگه. نمیدونم دیگه، هر کسی اخلاقش یه جوریه دیگه. نمیتونیم راضی بهشون حرف بزنیم دیگه. اونم اون مدلیه دیگه، چه کاریش کنیم. کلا دوست نداره زیاد با کسی حرف بزنیم. شایدم کم حرفه. راست میگی یا. این دو قلوها هم که دارن میرن تو اتوبوس بشینن. خورمان دیگه باید بریم. آره جمع کن تا بریم. کیفمو بردارم. نه دیگه اونا رو باید بده. هرچی اضافه مونده میخوان یه خانومی میاد اینا جمع میکنه میبره. اوکی پس بیا بریم. کیفمون اقلم برداریم. آره کیفمون رو برداریم. بریم. سلام آقای راننده خوبی؟ خسته نباشی. سلام آقای راننده خوبی؟ وای ما رو زود ببرین خونه، من خیلی خستم. میخوام برم بازی کنم با ماشینم. اوکی عزیزای من، برو ببندم و بریم.